گرامر چی است؟ کلمه های متصل. شما چی میشیم؟ آشنا میشیم و یکی هم لغاتش است. ملکه در مکتب اسم پدرم مایب در مکتب افغانسویی هستم در صنف نظری درس میخوانم. مادر خوب بنازم من با سرفرازم دنیا مدی الهی دایم با فکر ما عروض باید بهانم تو می روی زخانه الله ترا نگهدار که می روی سریگاه. من زینب احمدی هستم و طالب صنف دوم جین در مکتب افغانسویی درس میخوانم. در آینده میخواهم یک دکتر شوم. یک تشکر خاص دارم از نهاد افغانسویی مدیر سرمعلم صاحب و استادان گرامی که به نهایت بالای ما زحمت میکشند. در آخر مدت 3 سال میشه اینجا تدریس میکنم. سال اولی که بود بخش کیمیا را و بیولوژی را تدریس میکردیم. بعد از تحولاتی که به وجود آمد فعلا مضمون ریاضیات و مضمون ساینس تدریس میکنم. امیدوار به این هستم که بتونم همه قسمی که خودم به روحیه خیلی بالا خواستم و تحصیلات خود ادامه داده بودم به امید هستم که همین دخترها و پسرهایی که در اینجا برشان تدریس میکنم بتونن در آینده به خود فامیل و کشور خودم بتونن خدمت کنن و بتونن یک فرد مفید جامعه تبدیل شن. امکانات اینجا وجود داره. مثلا صنف‌های کامپیوتر لب است، لابراتوار است، کتابخانه است، صنف‌های مجهز داره و کامپیوتر لب شما می‌بینید که مجهز است، کامپیوترها هست، همه شاگردان کار میکنن و من احساس خوشی میکنم کدام چیزایی که ما آموختیم یاد گرفتم میخوایم امروز به همه به دیگرها یاد بدم و احساس خوشی میکنم که کدام چیزها را ما آموختیم به دیگرها یاد بدم. بسیار مهم است و خاطر که شما میفهمید که موقعی زیاد مساعد نیست به خانم‌ها یا که درس بخوانن جای و اینجا موقعی هستند که یا درس بخوانن، کامپیوتر هم یاد بگیرن و بعضی مضامین و درس‌های دیگر هم یاد بگیرن و دیگه میتونن که در شرایط هم یا اینجا میاین درس میخوانن. پیام به همگی این است که تمام اولادای خودم روان کنن به مکتب به خاطر که تا که میتونن کوشش کنن تا صنفایی که یا خوانده میتونن اجازه دارن آمده میتونن روان کنن. این بسیار مهم است به خاطر که شما میفهمین همگی میفهمه که تکنولوژی زیاد پیشرفت کرده و همه چیز در کامپیوتر در این چیزا کار زیاد میشه. امکانات درسی از طرف مکتب بر ما مهیا است، مثل لابراتوار است، کتابخانه است، فضای باز دارم به خاطر بازی ورزش و فوتبال اینا. احساس بسیار خوبی دارم چون هم مصروف هستم، هم قسمی است که میتونم هم خودم و هم کسایی که نیازمند هستن حمایت کنم و کمک کنم.
خداوند جل جلاله بر ما این حق داده که خانم ها تحصیل کنند و این حق ما هست و زنها خودش نیم از پیکر جامعه را تشکیل میده. امروز نمی خانمایی هستند که سبا فرزندای کشور چی میکنن، تربیت میکنن. اگر یک مادر با سواد باشه فکر کنه نیم از جامعه، نیم پیکر از جامعه ما با سواد می باشه.